سلام و درود، امیدوارم که حالتون عالی باشه. نگین مولودی هستم در آکادمی شاهانو. محصول های گلاس از برند بی‌نظیر هالیزا مخصوص موهای تار نازک، دکولوره و لایت شده است که صافی 100% و احیای بی‌نظیر بهتون میده. pH این متریال 1.5 و حتما باید سبکسازی بشه. در ادامه ویدیو روشکار 0 تا 100 استفاده از این محصول رو روی مدل زنده اجرا میکنیم. شستشوی موها یکی از مهمترین مراحل قبل از کار احیا و صافیه، چون توی خروجی کارتون خیلی تاثیر داره. اینکه موهای مراجعه کنندتون نچرال باشه، دکولوره باشه، رنگ شده باشه، تعداد دفعات شستشو و تایم مکس شامپو روی موها تاثیر داره روی خروجی کارتون. موهای نچرال به تعداد دفعات شستشوی 2 الی 3 بار نیاز داره با مکس 5 الی 10 دقیقه‌ای شامپو. موهای رنگ شده 2 بار شستشو با شامپوی قلیایی با مکس 5 دقیقه‌ای شامپو و موهای دکولوره 1 بار شستشو با شامپوی قلیایی بدون تایم مکس. چون موهای دکولوره بر اثر فرایند شیمیایی دکولوره کوتیکول مو رو به اندازه کافی باز میکنه و نیازی نیست که ما دوباره مو رو توی یه محیط قلیایی قرار بدیم و بدتر به مو آسیب وارد کنیم. همین که شامپو روی مو لیز بخوره و چربی و آلودگی رو تمیز کنه کفایت میکنه. مراجعه کننده عزیز ما موهای دو بیسی دارن که ریشه موهاشون نچراله، پایین موهاشون دکولوره است. تمرکز ما برای شستشو روی قسمت‌های ریش است و پایین موها همین که شامپو سر بخوره روی مو کفایت میکنه. چند تا نکته هست که حین شستشوی موها با شامپوی قلیایی باید رعایت کنید. یکی این که به هیچ عنوان کف سر رو با انگشت یا با ناخن چنگ نزنید و زیاد روی اسکالپ مراجعه کنندتون تمرکز نکنید، چون pH کف سرش رو به هم میزنید و بعداً باعث اگزما و خیلی از بیماری‌های کف سر میشه. و نکته دیگه در مورد ساقه موها هست که نیازی نیست شما ساقه موها رو بچلونید یا تلاش کنید که کوتیکول موها باز بشه یا در خلاف جهت ماساژ ندید. نیازی نیست، چون همین که مو توی یه محیط قلیایی قرار بگیره فیبر مو متورم میشه و لایه‌های کوتیکول باز میشن. همونطور که دیدید موهای مراجعه کننده عزیزمون رو 2 بار شستیم. سری اول 1 بار بدون مکس شامپو آب کشی کردیم و سری دوم شامپو رو فقط روی قسمت‌های ریشه گذاشتیم و قسمت‌های ساقه رو به هیچ عنوان نذاشتیم شامپو بهش برخورد کنه و رو اون قسمت بمونه. چرا؟ چون قسمت‌های پایین گفتیم دکولوره بوده و روش رنگ مشکی اومده، پس احتمال اینکه با شامپوی قلیایی بیشتر آسیب ببینه خیلی زیاده. و قسمت‌های ریشه چون نچراله نیاز به مکس شامپو داره.
بعد از مکس 5 دقیقه‌ای شامپو رو قسمت‌های ریشه کامل شامپو رو آبکشی می‌کنیم و یه تست کشسانی از ساقه می‌گیریم. ببینیم قسمت‌های دکولوره آسیب داره که اگر آسیب داشت حتما باید براش بسترسازی انجام بشه. ما برای اینکه تجویز درست و انتخاب محصول درستی داشته باشیم باید تشخیص درست بدیم. موهای مراجعه کنندمون با وجود اینکه دکولوره است کشسان نیست و نیازی به محصول رفع کشسانی نداره، اما فوق‌العاده خشکه، پس میتونیم با یک محصول آبرسان بسترسازی موهاشون رو انجام بدیم و موهاشون رو رفع خشکی کنیم. برای موادگذاری متریال‌های اسیدی حتما باید مو نمدار باشه و موادی که میزنید پر زده بشه و تایم مکس بالا. برای اینکه متریال‌های اسیدی برای جذب و عمق نفوذ نیاز به تایم مکس بالا دارن. به این صورت در پایان اضافه مواد رو میگیرید. حتما رو موهای 30 الی 40% نم مواد گذاری انجام بدید. یه نکته که خیلی مهمه تناب کشیه، چون ما با این حرکت در واقع باعث میشیم که توی مواد جنبش مولکولی ایجاد بشه و عمق نفوذ مواد بره بالا. به همین صورت مواد گذاریتون رو انجام میدید لایه به لایه. اگر حس کردید که مو خشک شده حتما با اسپری آپاش مو رو دوباره نمدار کنید، چون واکنش متریال های اسیدی و آنزیمی گرمازاست. برای اینکه بتونن این واکنش رو توی مو ایجاد کنن نیاز به آب دارن. اگر مو خشک باشه از آب خود مو برای ایجاد این واکنش استفاده میکنن و بعداً مو دچار خشکی میشه. 2 تا نکته رو رعایت کنید. یکیش این که درست متریال های اسیدی و آنزیمی گاز و بو ندارن، اما اون فاصله استاندارد 1 سانتی متر رو رعایت کنید و حین شونه کشی اگر زاویه دست 90 درجه باشه فقط گره مو باز میشه، اما اگر این زاویه کم بشه اضافه مواد میاد بیرون از توی مو. پس نیازی نیست که اضافه مواد رو از توی مو بکشید بیرون، چون گفتیم مواد گذاری متریال های اسیدی و آنزیمی باید پر زده بشه. بعد از اینکه مواد گذاری کل مو انجام شد یک بار دیگه مو رو چک میکنید که اگر قسمتی از مو کامل مواد گذاری نشده دوباره بهش مواد بزنید. پایین موها چون خشک بود و دیهیدراته بود من یکم دیگه مواد میزنم، پرملات تر میزنم که کامل پایین مو بتونه احیا بشه. بعد از اینکه مواد گذاری کامل تموم شد کاور رو موهای مراجعه کننده میکشید، چون متریال های اسیدی و آنزیمی نیاز به رطوبت دارن تا کامل مواد جذب بشه و چون گاز و بویی ندارن هیچ آسیبی به مو وارد نمیشه و باعث ریزش نمیشه. شما موادهای آنتی فریز رو نباید کاور کنید. برای این مو 1 ساعت تایم مکس دادیم. با وجود اینکه پایین مو دکولوره بود اما ما همون 1 ساعت تایم مکس رو دادیم، چون با تکنیک کوکتل تراپی تونستیم پایین موها رو احیا کنیم و مدت زمان قسمت پایین مو که دکولوره بود با قسمت‌های ریشه که نچرال بود یکی بود و اینجا هیچ موردی نداره. حین این 1 ساعت تایم مکس شما میتونید مدل رو بذارید زیر دستگاه تورژسانس تا مواد کامل جذب بشه، یا اینکه با باد سشوار، باد گرم سشوار هر 10 دقیقه یک بار بهش حرارت بدید. همونطوری که میبینید مواد کامل جذب شده. ما میتونیم تست گره انجام بدیم که ببینیم مواد آنزیمی یا اسیدیمون کامل روی پیوندهای مو تأثیر گذاشته یا نه. اگر گره باز بشه یعنی هنوز به زمان بیشتری نیاز داره و همونطوری که میبینید گره باز نمیشه، یعنی اینکه مواد روی همه پیوندهای مو تأثیر گذاشته و مدل رو میبریم توی سرشور تا سبکسازی رو انجام بدیم. توی روشکار این محصول اومده که میتونید کامل مواد رو شستشو بدید و همونطوری که توی تست گره دیدید تمام پیوندهای مو سست شدن و ما میتونیم کامل مواد رو شستشو بدیم. اما برای اینکه صافی بالایی بگیریم و بتونیم یکم اتوکشی رو زیاد انجام بدیم 30 الی 40% مواد رو توی مو میذاریم بمونه.
بعد از اینکه سبکسازی رو انجام دادید شروع میکنید به خشک کردن موها با حوله و بعد لایه به لایه طناب کشی و شونه کشی انجام میدید. چرا این کار میکنیم؟ چون احتمال اینکه توی سرشور قسمتی از مو زیاد سبکسازی شده باشه و قسمتی از مو کم سبکسازی شده باشه زیاده و ما با این کار دوباره کل مواد رو یک دست روی مو پخش میکنیم. نیازی نیست که لایه ها نازک باشه. بعد از اینکه مواد رو کامل روی همه قسمت های مو یک دست پخش کردید شروع میکنید به خشک کردن مو فقط با باد سشوار. نیازی به براشینگ حرفه‌ای نیست. بعد از اینکه مو رو کامل خشک کردید شروع میکنیم به اتو کشی. به این نکته حتما دقت کنید که مو به هیچ عنوان نباید نم و رطوبت داشته باشه و موهای مراجعه کنندمون میدونید که موهای خیلی چالشی بود. اولا به خاطر اینکه پایین مو دکولوره بود و اومدن رو موی دکولوره رنگ مشکی کردن. پس اتو کشی این مو باید خیلی حرفه‌ای انجام بشه که تغییر رنگ پیدا نکنه و حتی تار سفید هم لابلای موهاشون دارن که نباید این تار موها زرد بشن. تکنیک اتو کشی برای این مو تکنیک اتو کشی پلکانیه و حتما باید از اتوی سطح سرامیکی برای اتو کشی همچین موهایی استفاده بشه. همونطور که گفتم اتو کشی این مو خیلی حساسه. اولا باید زاویه دست یعنی زاویه اتو با کف سر باید 90 درجه باشه و دمای اتو حتما باید پایین باشه. چون مواد زیادی روی مو نمونده مو خیلی زود سبک میشه و همین الان میبینید که مو تار به تار شده و شایندار شده. ضخامت لایه هایی که برمیدارید باید در این حد باشه، نه خیلی ضخیم و نه خیلی نازک. زاویه 90 درجه و اتو کشی پرسی. سرعت دست نباید خیلی پایین باشه. این خورده موها رو میتونید با اتوی مینی لیز کامل اتو کنید و مواد این قسمت ها رو هم کامل جذب کنید. با اتوی صفحه پهن اتو کشی این قسمت ها محاله. یک دور تمام مو رو با دمای پایین اتو میکشیم و بعد دور دوم 1 درجه دمای اتو رو بالا میبریم. حتما دقت کنید اگر همچین خطهایی حین اتو کشی روی مو افتاد لایه‌تون رو نازک بردارید و اون خط رو فیدش کنید. شاین مو رو میبینید و مو تار به تار شده. این مو با 1-2 بار دیگه اتو کشی با دمای بالا با 1 درجه دمای بالا کامل سبک میشه. به همین صورت اتو کشی رو انجام میدید و تا وقتی که مو تار به تار میشه و شایندار میشه اتو کشی ادامه میدید. اگر در ناحیه ریشه تار موها به هم چسبیده بود یعنی اینکه هنوز توی اون ناحیه مواد سبک نشده و باید تا وقتی که مو توی ناحیه ریشه پفدار میشه و تار به تار میشه اتو کشی ادامه بدید. ببینید مو شایندار شده، تار به تار شده و در ناحیه ریشه پفدار شده که این قسمت هنوز جای اتو کشی داره. بعد از اینکه اتو کشیتون تموم شد 20 دقیقه تایم مکس میدید تا موهای مراجعه کنندتون کامل خنک بشه و دماش بیفته. بعد از اینکه مو خنک شد میاریدش داخل سرشور و با آب کامل مو رو میشورید و بعد ماسک تثبیت میزنید. اما برای اینکه شاین آخر کارتون بالا بره میتونید ماسک تثبیتتون رو
با یک محصولی که آبرسانی خیلی قوی داره ترکیب کنید و بعد بزنید روی موها. 20 دقیقه تایم مکس بدید و بعد آب کشی کنید که من این دوتا محصول رو با هم ترکیب میکنم و در نهایت شاین آخر کار رو میبینید. خب اینم از خروجی کار با شاین بی‌نظیر بدون هیچ تغییر رنگ در ناحیه ساقه که دکولوره داشت و رنگ مشکی هم اومده بود روش. اگر باز هم با دیدن ویدیو هر سوالی در مورد روشکار محصول دارید میتونید با واحد پشتیبانی شاهانو تماس بگیرید.